امروز قراره با هم این خورشت فسنجون سنتی متفاوت و خوشمزه رو درست کنیم. پس کانالم رو سابسکرایب کن، لایک کن و تا آخرین ویدیو با من همراه باش. واسه شروع کار به آب در حال جوش نمک و سینه مرغ اضافه کنید. 10 دقیقه زمان بدید، سپس آب کشی کنید و به همراه پیاز، هویج، زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، نمک، روغن و آب روی حرارت قرار بدید تا پخته بشه. بعد از پخت ریشش کنید و کنار بذارید. پیاز رنده شده رو با مقدار روغن تفت بدید. گردو آسیاب شده رو اضافه کنید. مرغ ریش شده، ربع انار، آب مرغ و آب یخ اضافه کنید و به مدت 2 تا 3 ساعت روی حرارت ملایم قرار بدید. در اواسط پخت طبق ذائقه‌تون به خورشت مقداری شکر اضافه کنید و زمان بدید تا خورشت شما به روغن بیفته و آماده سرو بشه. نوش